سوال اولی که در پیش دارم آمده است که آیا آب را راست یا نشسته نوشیم؟ یعنی نوشیدن آب برادران عزیز و گرامی، آیا مقصد راستا نوشیم یا نشسته نوشیم؟ خلاص آیا در اطراف این من برای شما یک چند حدیث را میخوانم و در اخیر بعد خلاصش میگم که آیا راستا نوشیدن در کار یا نشسته نوشیدن در کار. حدیث هایی که اینجا جمع آوری شده است از حضرت عبدالله ابن عباس، حدیث متفق علیه، یعنی حدیثی که هم جناب امام بخاری و امام مسلم الله از ایشان راضی باشد در کتاب های معتبر خودشون آوردن که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قال سقیت النبی صلی الله علیه و سلم من زمزم فشرب و هو قائم. حضرت عبدالله ابن عباس میگه من آب را میگه در ظرفی که حضرت باید می نوشید آب زمزم، و میگه وقتی در شاید وای پیاله بود وای شاید کاسه بود در دست حضرت، میگه وقتی که من آب ریختم در ظرف و حضرت وقتی که اراده نوشیدن کردن آب زمزم، میگه راستا نوشیدن، یعنی در حالت راستا بودن و لیکن آب نوشیدن. خلاص برادر عزیز دیدین که در همین مردم تاجیک ما هم وقتی که حاجی های ما از حج می آمدن آب می آوردن، مردم از جای خود بلند می شدن و آب زمزم می نوشیدن و می گفتن که فقط آب زمزم باید راستا نوشیم، یعنی باقی غیر آب زمزم باید نشسته نوشیم. گفته دلالت های مردم های پیشتر برای ما و شما بودن، خدا رحمتشون کند. اکو مقصدشون هم احترام آب زمزم بود، احترام این معجزه الهی بود، یعنی با یک نیت های نیک با یک مقصد های نیک این کارها را میکردن. ولی در گویم برادرای عزیز آب زمزم ضرور نیست که ما راستا نوشیم، یعنی اگر من در حالت نشستم که آب زمزم نوشیدم و گناهگاری ندارد. این مقصد نوشیدن آب زمزم گویم یا دیگر آبها با طریق راست هم که آدم راستا هم که باشد، اکو این دلالت بر همون میکنه که راست هم که نوشید و یا مقصد ما حق گناهگار شدن نمیتونیم که وای گویم گناهگار شدی تو. ولی من در مسئله این گپ زدم که آب زمزم راستا هم که نوشن چهره که حضرت نوشید، یعنی که اگر نشسته هم که نوشیم یعنی یگان جای ملامت و گناهگاریش نیست. یعنی این خیلی دلالتی خاص نه آمده است که حتما آب زمزم باید راستا نوشیده شود، یعنی کسی اگر نشسته نوشید گناهگار می شود. این خیلی برادرای عزیز دلیل و حجت و یا این خیلی فرموده از جانب صاحب شریعت ما نداریم. این یک حدیث. حدیث های دیگر هم النزال ابن سیرته رضی الله عنه قال آت علی رضی الله عنه باب رحبتی بماء فشرب قائما وقال وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاری. برادرای عزیز حضرت نزال ابن سیرته گفتن که نزد حضرت علی آمدم در شهر کوفه، در یک موضعی که گویم در یک موضع بلندی از کوفه با علی ملاقات کردم. میگه بما این فشرب قائم، حضرت میگه آب راستا نوشیدن، حضرت علی هم آب راستا نوشید. اینجا آبی زمزم نبودم، آبی مقرری. و گفت که من دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم پس کردم همچنانی که میبینید مرا، یعنی چگونه که من راستا نوشیدم آب را، من این را مقصد از پیامبر دیدم که حضرت راستا هم آب را می نوشیدن. برادرای عزیز اینجا حدیثا
هم در باب راستا نوشیدن هم در باب نشسته نوشیدن آمده ایستاده است. انشاءالله خلاصش رو میگیم. ان ابن عمر، بچه حضرت عمر عبدالله رضی الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. حضرت عبدالله بچه حضرت عمر میگد که بودیم که میخوردیم در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن نمشی، حتی میگه همین راه در رفتن هم خورده خورده میرفتیم در زمانهایی که حیات پیامبرمون بود، حضرت زنده بودن، یعنی ما همراهشون بودیم. خیلی که امروز ها میبینیم که در خوردن در راه هست. بعضی آدم ها مقصد هر گونه طعام های زودپزی هست که انا در قدای راه در دستاشون در درون بلوچکا هست، در درون نان ها هست، مقصد خوراک های یا یک سمبوسه یا یک پیروشکی های. خلاص از این ها میگه ما وقتی میخوردیم راه دا میرفتیم، رفته رفتیم راه گشته میخوردیم. و نشرب و نحن قیام، و در زمانهای حیات پیامبرم راستا می نوشیدیم که پیامبرم همراهمون بود. یعنی اینجا باز حدیث امام ترمذی است، اسنادش حسن و صحیح میگد و اینجا دو چیز یکی آمد، یکی خوردن در قد راه و یعنی راه گشته میخوردیم و در حالت راستا می نوشیدیم. برادر عزیز، حدیث دیگر حضرت عامر ابن شعیب ان ابی ان جده، حضرت عامر ابن شعیب میگه من از پدرم، پدرش میگه از پدرم. خب یعنی از پدرش گفت و از باباش، یعنی با از پدرش حدیث میارد. رضی الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما و قائدا رواه الترمذي قال حدیث حسن صحیح. این حضرت گفت که من پیامبر گرامی را دیدم که گاه ها می نشستن می نوشیدن، گاه ها راستا می نوشیدن. اینها آن چیزی را که دیدن از پیامبر برای ما نقل کردیستند. حدیث دیگر از حضرت انسی که 10 سال در خاندان پیامبر خادم بودن، خدمتگار بودن، خوشا به حالشون. گفتن که رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم انه نه ان یشرب الرجل قائما. حضرت انس میگه که من از پیامبر گرامی به شما میرسونم که حضرت نوشیدنی راستا را من میکرد، میگفت راستا ننوشین. این حدیث امام مسلمه. نه ان یشرب الرجل قائما، نه میکرد، باز میداشت، اجازت نمیداد. قال قتاده، جناب امام قتاده چی میگه؟ فقلنا لانس، حضرت انس که ما میدونیم که 10 سال در خاندان پیامبرمان خادم بودن، خدمتگار بودن، خوشا به حالشان، گفتن که انه، اشاره کردن به سوی پیامبرمان. چی اشاره کردن؟ گفتن نه ان یشرب الرجل قائما، گفتن که پیامبر گرامی من میکرد. یعنی حضرت انس هم از حیات حضرت، از سخنهای پیغمبر نقل کیسه، میگه من میکرد که شما راستا ننوشین. قال قتاده، این صحابه پیامبر جناب قتاده، فقلنا لانس، بعد میگه من انس گفتم، حضرت انس پرسیدم فالاکل، گفتم مسئله خوردن چی؟ مثلا نوشیدنش فهمیدیم که حضرت من کرد، گفت ننوشین راستا. مسئله خوردن چی؟ راستا میخوریم. چرا که پیشتر من حدیث خوندم که بچه حضرت عمر عبدالله گفت که زمانهای پیامبر ما راه رفته یعنی در راه خورده میرفتیم. میگه گفتم که در مسئله خوردن چی؟ ذالک اشر و اخبث. میگه ایره امام مسلم روایت میکنه، میگه گفت که
خوردن راستا یا در قد راه رفته خوردن، گفت این بسیار زیشت است و این بسیار بد است. یعنی هیچگاه شما در قد راه در پیش چشم مردم نخورید و راه گشته هم نخورید، در جا تا نشسته بخورید. حضرت انس جنابی حضرت قتاده را دیگر صحابه پیغمبر را گفت. خب و فی روایت له، در روایت دیگر با آمده است ان النبی صلی الله علیه و سلم زجر عن الشرب قائما. میگه در روایت دیگر آمده است که حضرت نهی کردن که هیچگاه راستا ننوشید. ایره امام مسلم در کتابش آورده. حضرت امام ابو هریره راوی حدیث دیگر که آخران حدیث من برای شما میخوانم و امام مسلم میارد این حدیث هم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یشربن احد منکم قائما فمن نسی فلیستقی. برادر عزیز ببینید اینجا در با خیلی مقصد باز با تأکید میگد که پیامبر گرامی گفتن که هیچ نفر از امت من راستا ننوشد. فمن نسی فلیستقی. حضرت گفتن که مبادای فراموشتانه اگر راستا نوشید همون نوشیدگیش پس بگرداند. برادرای عزیز ما دیدیم، من اینجا در چند حدیث من 1 2 3 4 5 6 7 حدیث خواندم. 7 حدیث خواندم. در همین 7 حدیث برادرای عزیز ما دیدیم که در قسمتی از اینها نوشیدن راستا را از خود پیامبر نقل کردن، از حضرت علی نقل کردن و قسمتی از حدیث ها که اینها هم حدیث های همه ترمذی و بخاری و مسلم هستن، قسمتی حدیث ها من کردن که راستا ننوشید. اگه در خلاصه این حدیث برادرها از برای چی من بسیار تاکید میکنم که ما راستا از حدیث باید مسئله را بیرون نکنیم. اینها با خودش با متخصص دارن، یعنی این حدیث ها را جمع میکنن، خلاصه شو بعد میبرارن. در خلاصه اینا آمده است که یعنی هرگاهی که پیامبر راستا نوشید معنای این است که احیانا اگر یگان عذر شود، یگان سبب شود، یگان راستا نشستن امکانی نباشد، راستا هم که نوشید گناهی ندارد. لیکن اگر امکانیت نشستن نوشیدن باشد، افضل و بهتر و خوبتر همینه که ما نشسته بنوشیم، نشسته خوراک بخوریم. این هم آداب هم دلالت مثال پیامبر مونای، هم خلاصه همه حدیث همین است که ما افضل و بهتر و از روی آداب همین است که ما راستا بنوشیم، نشسته بنوشیم و نشسته خوراک بخوریم. اینجا در انشاءالله مقصد دیگر آداب هم به جامعه افضل هم همینه. این از درباره راستا نوشیدن یا نشسته نوشیدن. برای این خلاصه همینه که برادرها امکانش باشد بشینید، ولی امکانش اگر نباشد ممکن یگان جایی هست که یک قدی راه هست تشنه میمانی، یا امکانی مثل یک جای نشستن نیست. در این حالت هم که اگر راستا هم خوردین یا راستا هم که نشستین، یعنی هیچ گناهی نداره برادران عزیز. یک حدیث دیگه در همین باب میخوانم، بعدا سوال دیگر را میگذاریم. اینجا در حضرت ابی قتاده که حدیث امام ترمذی است، اسنادش حسن و صحیح میگه، ان النبی صلی الله علیه و سلم قال ساقی القوم آخرهم یعنی شربا. برادر عزیز میگه پیامبر من گفت که هر کسی که اگر ساقی باشد، ساقی به معنای که
یعنی آب تقسیم میکنه یا چای تقسیم میکند یا یکان نمود شربت تقسیم میکند، پیامبر ما گفتن که آدمی ساقی، آدمی چایکش، آدمی تقسیم کننده در اخیر خودش بنوشد. در ما همین عکسای دیدین که اول چایکش خودش میگیره یا تقسیم کننده هر یک شربت و آبی که نباشه اول خودش میگیره بعد مردم میته. انامین برادرای عزیز، موافق این حدیث کاری درست نیست. بعدا اگر ما پرسیم که اول مردم چای بته، اول مردم وقتی تقسیم میکنی، برای آدمی تقسیم کننده بسیار مسئولیت بلند ایده در اینجا، یعنی باید برای همه یک تقسیم کند و بگیم که باید نگاه کنه در اونجا اگر 5 نفر باشد یا 10 نفر باشد کاری کند که همون آبی که در پیشش دارد، طعامی که در پیشش دارد، یعنی همین مسئولیت که بزیمش هست برای همه اونا برابر برسد، حتی برای خودش هم مثل همونها برابر برسد. زیرا حق یک آدم پایمال کردن یا یک آدم زیادتر دادن و حق یک کس کم کردن همش بزیمه همون آدمی هست که همین مسئولیت به گردن گرفته. برای همین ما اگر پرسن که چرا خودت میگیری، میگن که اول که خودش بنوشه که یگان اگر مقصد هلاکت فلاکت یگان زهر دارو نداشته باشه بعد دیگرها مقصد بنوشه گفته. اینجا دم اکم مقصد اگر یک طرف بگیری با یک گمانی نیک مقصد همین را نگاه میکنن، لیکن ای جانب دیگر اینه که مقصد هیچ وقت مسلمان در راست مسلمان باید گمانی بد نداشته باشد. یکی از بس که زمانه ها بسیار زمانه های بسیار پرشور و پیچیده از دیگر باوری در مسلمان خودمان در یک دیگر ممکن نمانده است. ای دست مسلمان خودمان بر ضرر مسلمان خودمان هر کار شده ایستاده است. برای همین باوری ها و گویم همین اعتمادی ها دیگر از بین رفت است. ولی به هر حال باشد ما باید از موافق حدیث آگاهی داشته باشیم که کسی که تقسیم کننده باشد باید آخران نوشد یا حق همه را با همراهی حق خودش برابر تقسیم کند که این جوابگری دارد.